الله عزوجل منافقین را مقایسه کرده با اسرائیلی ها. اگر نگاه کنید در تمام داستان ثبت شده اسرائیلی ها در سوره بقره، تو با یک چند چیز به نتیجه میرسی. مهمترین درس ای است که آنها خود دور کرده بودن از کتاب الله. آنها هیچ رابطه اساسی نداشتن با کتاب الله، هیچ رابطه مستقیم نداشتن. بیشترشان مردم های بیسواد بودن، بیسواد دین بودن. اگر نه کتاب خود خوبش تلاوت میکردن، اما نمیفهمیدن که چی در داخل کتاب است. فقط کتاب را حدس و تصور میکردن، حدس میزدن که کتاب ما یک قسم نه، شاید یک قسم بگوید. از خیالات خود استفاده میکردن که چی صحیح است و چی غلط. و اگر بعضی هایشون هم میفهمید، بازم مطابق زندگی نمیکردن. اگرچه میفهمیدن هم که آب پاک برای خوردن است، بازم آب کثیف میخوردن، حرام میخوردن. خوب آنها هیچ علم واقعی از کتاب رو نداشتن. آنها باور دارن با کتاب، آنها خوب مقبول تلاوتشون میکنن. آنها هر سال تجلیل هم از کتاب خود میکنن، گوش هم میکنن با کتاب و کتاب خود را تبلیغ هم میکنن. اما راستش تعقل و تفکر نمیکنن درباره آیاتش. آنها در فکر از این نیستن که الله چی میگه. اگر آنها فکر کنن در این باره، باز خود فهمیدن که کتاب به عمل نیاز داره، به صداقت نیاز داره. اما الله به طور اساسی برای ما هشدار داده که اشتباهات اسرائیلی ها را تکرار نکنیم. مثل آنها با کتاب الله گیم بازی نکنیم. زمانی که کتاب الله گیم زدن، باز الله هم تصمیم گرفت که آنها را به خر تبدیل کنه. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. کسایی که مکلفیت به تورات شدن، یعنی مسئولیت کتاب الله را به عهده گرفتن، مسئولیت دین الله را به عهده گرفتن، ولی حق آن را ادا نکردن، مانند خر هستند که کتابها را حمل میکنه ولی چیزی از آن نمیفهمند. که مثل الحمار، مثل خر شدن. چهره هایشان مثل چهره خر نشده، ظاهرشان نشده. ماشاءالله و اذا رأیتم تعجبک اجسامهم. ظاهر و قیافهشان تو را به خود جلب میکنه، اما باطنشان تبدیل به باطن خر شده. قلبشان را تبدیل به قلب خر کرده، ذهنیتشان را تبدیل به ذهنیت خر کرده، گوشهایشان را تبدیل به گوشهای خر کرده. مشنون اما نمشنون، مثل که دیوال گپ میزنی. چشمهایشان را تبدیل به چشمهای خر کرده، میبینن اما نمیبینن. خوی و خصلتشان را تبدیل به خوی و خصلت خر کرده، اشتیایشان را تبدیل به اشتیای خر کرده. اگر سیرم باشه در فکر نان است، اگر گوشنام باشه در فکر نان است. ماشین خر دایش نصب کرده. کاملا خوی و خصلت خر را برای این قسم مردم میته. خود سر خرم که کتابا را بار کنی هر صندقالش داده میره، اما نمیفهمه. زمانی که رابطه تقلبی ایجاد کردن با کتاب الله، الله هم این قسم کردشان. حالا ازتان سوال میکنم، اول کی را امتحان کرد؟ آفرین، آدم علیه السلام را. و برای آدم علیه السلام گفته شد قال اهبطوا منها جمیعا. گوش کو، ما تو را به زمین روان میکنم. فاما یأتینکم منی هدی فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقی. اگر هر وقت کدام راهنمود از طرف ما آمد و هر کسی که ازش پیروی کنه، باز نه گمراه میشه و نه افسرده و غمگین، هیچ ترس برش نیست. و الله برای آدم علیه السلام گفت هدایت حتما خواهد آمد. باز کی بعد از آورد کاملا هدایته؟ بنی اسرائیل. و اینا هم در امتحان ناکام شدن، گرفتن کتاب را، با جایی که ازش پیروی کنن، مطابقش زندگی کنن، اما رابطه ساختگی رو شروع کردن با آن کتاب. الله برایشان کتاب داد، اما ازش استفاده میکردن فقط برای ختم و خیرات ها، برای جنازه ها، برای مرده ها، برای عروسی ها، برای تجلیل از روزهای خاص از کتاب استفاده میشد، برای مراسم های خاص. مسابقه گریه برام انداختن در کلیساهای خود.
چیغ و بغ میزدن، به خاطر که خوبش تبلیغ میشد. بعض بخشای کتاب هم که حفظ کرده بودن فقط برای تبلیغ و برای جر بحث بود. با زمان کتاب حفظ میکردن، محافل فراغت برگزار میشد و بعد از گل گردن انداختن نان کشیده میشد. مردم رو در ختم برنامه نان میتیم. چرا؟ به خاطر که اگه اول نان بتیم باز مردم میرن، نمای شما خراب میشه. میفهمیدن مردم که نان بخوره میره، یک قسم که محفلشون خراب میشه. راست میگی، زمانی که کسی نبینه و چک چک نکنن باز بچه های ما را کی خود شناخت به حیث حافظ تورات. فکر میکردن کتاب الله برایشون به می خود را نازل شده، اما با طور دست جمعی جنایت را انجام میدن در مقابل کتاب الله. کتاب الله میگفت دروغ نگو، میگفتن، دلیل را میکشیدن. کتاب میگفت تفرقه ننداز، منداختن. کتاب میگفت حرام نخو، میخوردن. کتاب میگفت زکات بده، نمیدادن. کتاب میگفت سخن حق را بگو، سخن حق را پوت میکردن از مردم. کتاب میگه ظلم نکو، با ظلم میکنن. کتاب میگفت عدالت را در بین مردم تامین کنین، باز خودشان بی عدالتی را دامن میزدن. در حضور عام خشونت میکنن در مقابل کتاب الله، در حالی که میگنم که ما کتاب خود را دوست داریم. خوب میگنم که دین ما حق است، باز زمین دین حق خود پیروی نمیکنن. خوب تبلیغ میکنن که آب پاک برای نوشیدن است، باز آب کثیف را خورده میرفتن، اعمال کثیف را انجام داده میرفتن، مطابق کتاب خود زندگی نمیکردن. یک نوکیم است که زده میرفتن. رفیق، چقدر تلاوتت مقبول است. بله، ما نصف کتاب را با تجوید پیش مولا فلانی حفظ کردیم. ماشاءالله عالیست. کدام مولا فلانی؟ تو مولا فلانی را نمیشناسی؟ نه. چی؟ تمام مردم او را میشناسه و برش حتی نیمه رکوع میرن و دستایش را ماچ میکنن. تو چطور او را نمیشناسی؟ باش که مترکش را نشانت بودم، باش که تبلیغایش را نشانت بودم. آیا ما واقعا حال درباره اسرائیلی ها گپ میزنم؟ ترسناک به نظر میرسه. چطور؟ ترسناک. الله برای ما در قرآن میگه این کارا را کردن، این اشتباهات انجام دادن، این قسم با کتاب الله گیمبازی کردن، این قسم ساتیری ها را کردن که باز قلب هایشان ثم قسد قلوبکم مثل سنگ سخت شد. هر وقتی که ما فکر کنیم درباره دین ما، باز در بک‌گراندش دیگه مردم ها هم آمده و حال ما مردم نوستیم، قبله ما تغییر کرده. به هر صورت سومین نفر که باز امتحان شد کی بود؟ اولش آدم علیه السلام بود، دومش اسرائیلی ها بود و سوم کی بود؟ آفرین، حضرت ابراهیم علیه السلام. و حضرت ابراهیم علیه السلام موفقانه سپری کرد تمام امتحانات را که باز یک مقام خاص پیدا کرد، به خاطر که او تمام امتحانات خود را موفقانه سپری کرد. خوب گوش کو. و بعداً او دعا کرد یا الله از نسل پسرم اسماعیل یک رسول بیایه که تدریس جهانی باشه و آیات تو را بخونه، برایشان کتاب را درس بده، برایشان حکمت را درس بده و تزکیه و پاکشان کنه. از قطار اسماعیل علیه السلام کی آمد؟ آفرین، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم آمد و زمانی که او برایش داده شد یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم، او شروع به خواندن کرد، او شروع به تزکیه و پاک کردن کرد. خب حضرت ابراهیم علیه السلام حالا چی را به یاد ما میاره؟ ناکام نشو. الله امتحانش کرد و او کامل و تکمیل کرد تمام ماموریت خود را بدون کدام سکتگی. حال ما چیز را تجلیل میکنیم که آغاز شده بود با آدم علیه السلام و ختم خواهد شد با این امت. و این بار الله برای ما هشدار داده که رابطه ساختگی برقرار نکنیم با این کتاب مثل کی؟ اسرائیلی ها. و برای ما یادآوری شده در قرآن که رابطه صادقانه داشته باشیم و یگانه راهی که میتونیم رابطه صادقانه داشته باشیم با حضرت ابراهیم علیه السلام
و با حضرت محمد صلی الله علیه و سلم باید رابطه صادقانه داشته باشیم. با چی؟ با کتاب الله. مهم نیست که چی میشه. حضرت ابراهیم علیه السلام از حق پیروی میکرد. مهم نبود که خوشش نداشت و برش نیمه رکوع نمیره. زمانی که جوان بود پدرش خوشش نداشت. زمانی که کم جوانتر شد جامعه خوشش نداشت. زمانی که نمرود رو دعوت کرد نمرود خوشش نداشت و بازم در پول حق ایستاده بود. برش مهم نبود اگر تمام مردم دنیا هم ازش نفرت کرد، حتی راضی بود که در آتش بندازش. خیره، من ایمانم رو ترک نمیکنم، گفتن سخن حق رو ترک نمیکنم. هنوزم در پول حق ایستاد میباشم. نه از آتش میترسم، نه از فامیلم میترسم، نه از فقر میترسم، نه از مردم جامعه میترسم، نه از فرهنگم میترسم و نه از مردمایی که از من کده بیشتر قدرت و پول داره. من در مقابل همگی و همه چیز ایستادگی خواد کردم که اگه ایستادگی کنم در مقابل الله، هنوزم با ربم صادق و با وفا می باشم. خوب حاله امروز چی قسم میتونیم؟ با وفا و صادق باشیم با الله. با وفا بودن با الله یعنی که با کتاب الله با وفا باشیم. واعتصموا بالله هو مولاکم. محکم بگی از الله. واعتصموا بالله، محکم بگی از رسپان الله. رسپان الله چی است؟ کتاب الله است. درست همون قسمی که ابراهیم علیه السلام محکم گرفته بود از الله و با وفا بود با رب بخواد، همون قسم. حال زمان ما و تو میتونیم با وفا باشیم با رب ما. که با وفا باشیم با چی؟ با کتاب الله. میفهمیم ما چی کردیم؟ ما نیمه با وفا هستیم با کتاب الله. زمانی گپ از قربانی میشه، اوهو گویا که بچه تا گفته قربانی کو. نیمه با وفا هستیم با کتاب الله. زمانی گپ از فرهنگ، رسم و رواج ها میشه، اوف نمیفهم چی کنم. مولارم یک چیز میگه، پدرم دیگه چیز میگه. الله هم گفته حرام است. برو توکل به خدا. گپ مادرم میکنم، موسیقی را میارم به خاطر که الله گفته و بالوالدین احسانا، و به والدینتون نیکی کنین. قرآن گفته حتی در مقابل والدینتون اف نگوین. آیه را بکشم، در قرآن است. بله است. ماشاءالله قاری صاحب باز میره 10,000 سازنده را پیشکی میته. نیمه با وفا هستیم و بعدا میگیم که ما امت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هستم. ما قرآن دوست داریم. او مردم خدا همرنگ حضرت محمد صلی الله علیه و سلم جور کردیم. نمیبینین؟ یک نوع گیم است که با الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم زده میشه. یخادعون الله والذین آمنوا. زمانی که ما عاقلانه قرآن میخوانم، زمانی که با خود نگاه میکنم، با جامعه نگاه میکنم، با فرهنگم نگاه میکنم، با این کلانای مسجد نگاه میکنم، اوه تعجب میکنم که ما چقدر خود دور کردیم از کتاب الله. با وجودی که در خانه الله، در گرد کتاب الله جمع میشیم، بازم خیلی ازش دور هستیم. چی میگی استاد؟ این چه رقم؟ به طور مثال الله گفت زده درباره سرپرستی یتیم. یگانه یتیم را که مشناسیم در تلویزیون است، در ویدیوها است. حاجی صاحب آیا مولا فلانی را مشناسی؟ بله، همون که یک موترک را بر رضای الله سبحانه و تعالی نو خریده. بله، هر جمعه پیشش میرم. چی تبلیغ میکنه، چی گریه میکنه. یا مولا صاحب آیا تو حاجی فلانی را مشناسی؟ بله، همون که هر سال حج میره. هنوز یک بچهشم در امریکاست. ماشاءالله. آیا خیلی کدام همسایه یتیم را مشناسین؟ یا کدام یتیم را در مسجد؟ تو فکر میکنی زمانی که صحابه آیات را میشنیدن درباره یتیما بس فقط گریه میکردن در مسجد؟ یا از یتیمای همسایه خود مواظبت هم میکردن؟ زمانی که من میگم ما باید با وفا و صادق باشیم با کتاب الله. اگر کتاب نفهمی چطور خود با وفا بودی؟ هیچ بهانه‌ای نیست. مهم نیست اگر انجینیر هستی، سرمعلم هستی، دکتر هستی، تکسیران هستی، حافظ قرآن هستی. حال وقتش است که دوباره رابطه محکم برقرار کنیم با این کتاب الله.
و او زحمت را که ابراهیم علیه السلام سر ما کشیده هیچ نکنیم و مثل اسرائیلی ها نشیم. ناکام